مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخلی دوشنبه روز 30 نوامبر سال 2022 خبر داد که راننده اتوبوس مسافرکش رقم 28 عبدالفیاض لطیفوف را برای رفتار دغلانه و بی‌احترامی نسبت به یک زن عزیزسار و فرزند معیوب او برای 15 روز از حق مسافرکشانی محروم کردند. بنا به اطلاع میلیسیا، یک زن ساکن شهر ایسار به مقامات میلیسیا در آن خصوص مراجعه نموده است که نسبت راننده اتوبوس خط سیر رقم 28 رقم قید دولتیش 296000 چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود، زیرا این راننده هنگام خدمت رسانی مسافرکشانی نسبت به او و فرزند معیوبش به احترامی ظاهر نموده است. در نتیجه سنجش معین کرده شده است که راننده نقلیات مذکور لطیفوف عبدالفیاض عبداللهویچ سال تولدش 1974 استقامت کننده دایره فردوسی می باشد. لطیفوف را به مقامات میلیسیا دسترس کرده حادثه مذکور هم جانبه مورد سنجش قرار داده شده است. ضمناً معین گردیده است که در حقیقت سانحه 23 نوامبر سال جاری تقریبا ساعت 13:30 هنگام در نزد بازار کاروان شهر دوشنبه قرار داشتند راننده مذکور نسبت به زن ساکن ایسار به احترامی نموده با رفتار خود طلبات نظامنامه داخل اداره خدمت رسانی مسافرکشانی را ویران نموده است. وابسته به این عمل و رفتار لطیفوف در جلسه کمیسیون انتظامی شرکت اتوبوس یک مورد محاکمه قرار داده شده راننده به مدت 15 شبانه روز از فعالیت خدمت رسانی مسافرکشانی محروم کرده شد. میلیسیا دوشنبه تاکید کرده است که زن مراجعه کننده از بررسی و قرار قبول گردیده اظهار قناعتمندی نموده به مقامات میلیسیا برای سنجش همه‌جانبه اظهار مینه‌داری کرده.